امروز در دوره تدبیرهای آبادانی و سازندگی و سبز و خرمگردانی محیط زیست در ناحیه رودکی اقدامهای دست جمعانه اکولوژی ادامه دارد. از جمله در جماعت دهات راحتی روزهای شنبه و یکشنبه ساکنان طریق هشهر کوچه و خیابانها را تازه و آزاده نموده در دوشفتی راهی ماشینگرد دوشنبه وحدت زیاده از 500 به نهال گلیسد برق شنیدند. گزارش همکاران ما. نزدیکی 1000 نفر ساکنان جماعت دهات راحتی ناحیه رودکی در تدبیر اکولوژی پاککاری دوشفتی راهی ماشینگرد دوشنبه وحدت کوچه و گلگشت‌ها و اطراف بیناهای معموری و خدمترسانی محلی زیستی خود فعالانه اشتراک نمودند. این اقدام ساکنان که با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رودکی هر هفته روزهای استراحت عملی می‌گردد به خاطر بهداشت محیط زیست راه اندازی شده ادامه تدبیرهای آبادانی و سازندگی بخشیده به سزاوار استقبال گرفتن 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد. ساکنان اساساً بیخی درختان قبلا شنانیده شده را نرم کرده کنار راهها را از هر گونه پرتو تازه و آزاده نمودند. پرتو جمع شده طریق تکنیکه ها به جایهای مخصوص انتقال داده شد. این معرکه مذکور نه تنها عکس تازگی سویل بلکه عکس تازگی محل تازگی راه گذرانیده می شود. در شهرها 500 بیخ درختان گل صدبرگ زرینه شنانده می شود. در قریب که تمام دهه‌های حدود دهات راحتی مردم امروز به حشر دست جمعانه برآمده بهر آبادانی محل خود حصه گذاشته ایستادند. یادآور می‌شویم که روزهای شنبه و یکشنبه هفته گذشته نیز چنین تازگی محیط اطراف در همه دهه‌های جماعت راحتی ناحیه رودکی ادامه یافت و ساکنان با درک مسئولیت شهروندی در این تدبیر مهم اکولوژی اشتراک فعال داشتند. ساکنان میگویند طی چند ماه اخیر در زمینه براه ماندن چنین حشرهای دست جمعانه پوره اطراف بنا و انشاءات جماعت دهات راحتی تازه کرده شد که در نتیجه کوچه و محله ها بسا زیبای و آزاده گردیدند. در آینده نیز در حدود دهات مذکور اقدامهای سبز و خرمگردانی و پاککاری به طور وسیع و پیوسته براه مانده می شود.